یعنی مخفی نباشه قدم چند میتی؟ همین حال شما با ضرور میبراتن؟ من گوش کنید ای نام تو چی بود عبدالرحمن؟ نه یه بچه ای مرا گوش کنید ای اوی سالی دهانتون به نگاه کده گپ زنید بخشش عذر سلام علیکم من زبانو خیلی شما کارتون نظمی یکم طرف خانه باش işte شودن شب در روز فقط شما با از سرتون کلام شد چی بود؟ چکر رو داد منم ما رفتن شفیور من شفیور شما؟ رولی طرف شما تصور کردن است رول در این طرف اکو رولی هر که رولا کنده سلامت باشید شما فرقش چی های کسلی می ایش کمتر می шумо аз моҳиҳои нолозим ранҷ мекашед ё дар муҳоҷират аз дарди миёну пову даст хунукзадагӣ простатит сус будани мардонагӣ асаб ва рехтани мӯи сар ранҷ мекашед пас барои сифати хубро ба даст овардан танҳо ба ин рақамҳо тамос гиред эпидемияя паста барои боқувват кардани бадан ва мардонагӣ хунук гирифтагӣ рак кашидани пойҳо самюнван барои шахсоне ки иштиҳон надоранд хароб ҳастанд ва мехоҳанд вазн гиранд ҳамчунин барои варзишгарон низ пешниҳод карда мешавад. салом тамошобинон ва мухлисони барномаҳои ҳаҷвии канали тоҷикон гурӯҳ барномаи навбатии 10 шартро тақдими шумо мегардонем ва ин лаҳза меҳмони барномаи мо ҳастанд яке аз чеҳраҳои шинохтаи ҳаҷв ҳунарпешаи театр студияи машҳур ва овозадори хандинкамон аълочии фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон қаҳрамон ёров хуш омадед ба барнома سلامت باشید برادر عزیز яке аз ҳунармандони қадбаланд ва бузбалаи هم بزبره هم با قوت агар махфӣ набошад қадатон чанд метр مخفی نباشه قدم چند میتی؟ همین حال شما با ضرور میبراتن؟ мухлисон бисёр мехоҳанд ки ҳамино донанд агар خیلی شما دانستنی خواهید مخلصان دانستنی خواهند خیلی چین کنید چین قدم من یک راست بستم من چین کنید бо мо метр надорем мухлисони азиз бо ваҷаб وجب. ваҷаби ман 25 сантиметр مایده بود است меравем او رفتیم باشه همین قد چین کنید باشه قد چین کنید як دیگه کار نرفته شما ду се чорташин 1 метр мешавад панҷу бос 2 сантиметр 5 сантиметр дигар ягу 30 من گوش کنید ای نام تو چی بود عبدالرحمن این برنامه تو من قدم چین کرده و قدیمه هیچ کی نمیدونه سوری چند بودن شد همه مخلصان گفته دادید سری شما فاش شد سری من فوش کردید گیردید پوتیتون اینجا من رفتنه التماس اکر قهرمان خواهش میکنیم مخلصان بسیار میخواستن که همین سوال رو دانن از همین خاطر شما از ما خفه نشوید مثل اکر مقیم جان قطعه های ما را هر طرف پاش ندیدو نه من پاش نمیتیم ما با شما شرط های آسان مونده من پاش نمیتیم باش میتیم باشه گپ زنید و اگر که شما از همین شرط های ما رو پورا اجرا کردید از جانب برنامه ما به شما 200 سومانی تحفه کرده می شود اینش گپ دیگه این گپ دیگه گپ همین سکر بله آماده باشید مرحبا شروع میکنیم برنامه رو رفتیم این فرقش نه فرقش نه همینش سر کنیم چیه بود چی بسیم نکی نهستی نه من مخلوط شد با لهجه خوجندی با یگان هنرمندی مشهوری بانو اظهار محبت کنید با لهجه خوجندچه بله یک تا اظهار محبتی خوجندچه شود خیلی چیکار کردیم منیجه و من اظهار محبت میکنم با لهجه خوجنده منیجه گروه عرب شو بله گروه عرب شو شما مشیار و شوهر ندارد شما مشیار بوده شما کنی داری گیره شوهر نداری فکر کنم پیش من بخیر کپ نزنی من باید دوست میدارم سلام علیکم من زبانو کارتون نظمی
سیق نشده گشتید می ما آمادگی دوشنبه با پاگوفو میخوریم یکم طرف خانه باش اشته شاوده شب روز فقط شما با طرفخانه شاوده همون قزقی شاوده خیلی ما همین شب روز ما فقط نیست خیلی پاگو من البته شما با زنگ میزنم جگرچه من رشک کردم چی براش میکنی؟ منیجر من با مقول خیلی شما دیگه منیجر یابید و خیلی همون منیجر با من مقول ما در یک برنامه وعده کرد که اگر من همین سال زن نگیرم سال آینده حتما مرا میگیرد نه خیلی کار نکنید تو نمیشه بودم ذکر نکنید سلامت باشید من منیجر رو با شما میبخشم اگر راضی شود بخشید مرا من شرط تیم رو میبینیم همین شرطاتو نکن رفتن میگرفت از یک طرف که یکم تمام میشه این چی میرسه نامی سه معشوقتون رو معشوقه سابقتان رو سابقتان رو چی گویید گفتید اینجا نمیترسه اکی از زنتون نه من نمیترسم تو حرمت میکنم بعد از برنامه یکی فیرات کند یا که شب در بیرون مونه چی؟ خیلی چی میگم ولی همش برنامه بود میگم همش اسپورت کرده دلیل کرده بیتیم خیلی نمیکنم مرا یکم میسره مهیا رانو مقدس سرویناز مدینه تخمینه سرایا نزاکت شرافت دلداره نفیسه نرگسه شما من چی معشوقه داشته؟ اینو اگر گفته شنم که این برنامه تان شما وای میشه من توپگای روز گفتم در یه شرط دیگر رو میبینیم شما من چه عروس باز بوده؟ نه من عروس باز نه عروسا من وای عروسا مرتگور عروسا شما را دیویژن میکنه در یک دقیقه دو تا پفک رو کفانه پف کردم بله دم کردن باید که با دست نیو با نمون نفس سوزن نه سوزن نیو با نفس میبرد از اجرایش خیلی حرکت میکنید باید اجراش برای من اما با شما کمک میکنیم این برنامه شما نکی میرویم 1 2 3 شما من چه چکان بوده ایده من فکرم بالونی پاییز دم کرده و مخته از سرتون کلام شد بامبا کفید اکنی کفید زود باشد که شما این خودشون خورد لیکن معلوم که شما وقتی بالونی پاییز دم کرده و مخته انمون نمیشه با نفس اینش به نفس تموم شده برای زده تموم حول وقت هست؟ هست 20 ثانیه دیگه قهوه گرمه خیریته تمام شده؟ بله سلامت باشه زنده باشه اگر من میدونستم که خیلی چیو برنامه شما میبود من روزی نمیموندم من بیکار کردید خیلی میدونستم نمیموندم با خاطر مخلصان کوشش میکند که شرط رو اجرا کنه خیلی نفس گردش خون تپش دل گردش خون مرا شرط دیگر رو میبینیم خیلی شرطای شما بودم میترسدم شرطای شما ولی نفکت فرق بود از بایگان ولی شتنگ برای نبید بود یک لحظه نقشی راننده ماشین رو اجرا کنید یک لحظه که من سوپر میشد بله یک لحظه شما شفیار ماشین میشوید شفیار ماشین میشم شما ماشین من بشتگی هم میکنه هر دویمون در ماشین رفته استدیم رفتیم من ماشم این منظره زیبایی بینه این خشوگی این طبیعت بینه اینجا بینه خشوگی شده گیرت های ماشون نمونه گیرت اینجا بچه که بچه تکبه گیرت شما چی رو رونده استاده رول در دست منو؟ چکر رول در دست منه؟ ما رفتن شفیار من شفیار شما؟ رولی طرف شما تصور کردن استاده رول در این طرف اکو رولی هر که رولا کنده سلامت باشه بیا شرط دیگر رو میبینیم
نه ترسید تخم نیست این لیمون است این لیمون حقانی یا آنچه کلان بوده است آنچه کلان بوده است کلان است من بفهمم شما باید که همین لیمون رو استعمال کنید با همین پوست و پچوق دانه این خانم رو استعمال کنم نه همینجا در نزد مخلصان من در نزد کامرا ضرر نداره داخل بر سلام دولینتون شورخونتون بلند اگه یکان ضرر شد بلا به شما میمونید بعد ما با یاری تجلی زنگ میزنیم اینجا دوشنبه زود اومدن برسن خیر رفتیم رو باشه مرحمت شیرین ها فکرم شیرین تمام همین قدر زورتان رسید نکن چکن زورم رسیدگیش همین این قدر روی ما کرده نام یک 15-20 معشوقتون رو گرفتید و یک لیمون رو خورده نمیتونید از عهده اونو چخیل میبرید اوکی و معشوقه اوکی تروش نه لیمون نمیخورونه داخل لیمون نمیخورونه داخل معشوقات تروش نه بگم معشوقات شیرین سلامت باشید به هر صورت ماندگی شب برده من با خوجم برده اونه برده خوجم به قطعی شیرینیتون میخورم سلامت باشید بیا شرط دیگر رو میبینیم این شرط شما ادا نمیشدیم این روزا 10 شرط 10 شرط با چه با آواز سه پرنده دوست داشتون تقلید کنید خیلی پرنده من که قهرمان با آواز سه پرنده کوشش میکنم که تقلید کنم مخلصان عزیز سه پرنده گفتید برادر من همین پرنده من دوست می‌داشتم که همین زاغ علاقه زاغ سیاه میگم که چهارمغز بسیار میارد به فکر من و زاغ خانگی دارید به فکر من و چهارمغز آدم با فایدهش هست میارد برای همین اینجا من قطعی می‌برم آوردگی من این چیزی که دستم میپوشم بعد همون این زاغ نقشش اجرا میکنم زاغ شما باکسور است نه من یک بار میبینم که زاغ باز پرچتکی باکسیری میپوشیده است چی بگم قناتی بزرگ رفته بینی زاغ همین جزاقش هم کرد نکی زاغ بسیار پرنده گنده است پرنده گنده برای همون اثبات کردیم ده برای شما شنده زده میبخشید ده برادر کنم یک بار شد زاغ باکسیور مخلصان عزیز خیلی میخوادی دویمش هم وای نمیکنه داخل چی نمیکنم آواز دویمی پرنده پرچتکی نمیپوشین نه وایش هم وایش باکسیور نه آخه نه وایش میریم آوازی همون هندوک مرغ مرجان کسلی و فکرم شکمدر چیدگی ایش شما فرقش چی وای کسلی می ایش کمدر می آواز فهمیده و شنیده شده میشود زنده باشید من هم آزی نباشد من یک دیدگش که با یک با میزنه اینجا اکو همین شرطای من با معقول نبیدگی من با اینجا خانوسات خیلی از داشت برامده کرسادم هم به شما شکر کنیدم با باشه این کسل وای ساعت سلامت باشید مرحمت شرط دیگر رو شرط قهرمان شما هم انچه شخوده کم شخوده با لحچه خجانچه روی برنامه رو جنجال کنه یعنی که زنید میگن چی گفته است اینجا نه زنید التماس نه جنجال همه جنجال دیگر چیز است جنگ دیگر چیز است چون که دوستی شما گم نزنی گم دینی خودتون رو جای موندید اینجا پیش من باید چیزی گوش دادی شما یا بچه مرا گوش کنیدی اوی سالی دهانتون به نگاه کرده گم زنید فهمیدید دهان نگاه کرده میشه من دهان شما رو نگاه میکنم گم نزنید فهمیدید می ساز گم زنید وقتی چیزی گفت این خودش یه مونیدی همین قطعی برنامه‌تون معقول نشد برنامه شرطی احسان موندیم که با شما خیلی لحظه میگید فهم میگید خیلی چون که دوستش شما خیلی نکنید شما لحظه همین بود مرحمت شرط دیگر رو میبینه همین امروز من ذکر کردید شما شرطاتون خیلی انا آواز سه حیوان تقلید کنید آواز سه حیوان خونگی است وحشی است فرق نداره فرق نداره
خیلی رفتیم باشه. حیوانی که بسیار دوست می‌دارید با آنها مانند بودن می‌خواهید. نه چی گفت سعودت فعل من آورده خیلی گم نزنه دوخیه. این خودش میدونید من با این کی تو فکرگی. حبیب نورمگامد خودی دوستم من به تو فرستندگی. کانور نه آخه ها؟ نه حبیب. حبیب. هم به سوسوس گردنی وقته. بخشش عذر. خیلی تا حیوان خانگی گفتید خیر رفتین. یکم. خیلی حرکت میکنم از دو دست برام میکنم نمیدونم کنم. یکم. این همون بزی کرمجیگر با هم میگم با بزی کرمجیگر هم میدونه نه کسلی خیلی هم کسلی و خیلی نکنید بابا فعلا نگو بعد زیر میشم خیلی نکنید دیو آنا این برزگو شوخ نزنه نشناختید این بقای بقای کنجورخه بقای شاختوری کنجورخه شاخه تا نیست که از قریب زدگی بودم کوخی نه بقای کلبقه هم میشود ذاتی شاخ نداره شما کلبقه مکره چی خیلی نه ما نه کلبقه نه شاخ داره سه موز این خریپیره که از هم چی موندگی از جوخوری موندگی یک هفته در یک جا طاوله کردگی دیگر جاش عوض کردگی نیست شوت گل کنی به کار میبره هر وقتی که هم سوی باشم ببینن هم خیلی التماس میکند که اومده من به دیگر جا برده طاوله که آبتی ها نمیدونم کجا برم چرا سلامت باشه من شرط دیگر رو میبینیم وقتش به خوب خدمت کردگی از که پیر شدگی بعد بیچاره وای بیزاره وای بیچاره خرید بله یک لطیفه شوخ کنه خیلی یک لطیفه شوخ لطیفه کن نه که شما باید الان لطیفه که من میگم باید خندید اگر من میخندم شنید اگر با اگر جالب هم نباشد من مجبور میخندم با خاطر اون که شما خرسان شوید مجبور میچیم خلای کنید خندید مجبور خنده میکنم میشه یک اویلا بعد زنک امین آش پخته نزد شوهرش با آورده مونده است بعد امین شوهر هر باره که امین آش امین خیلی دست کته آش دست کته خورد شیرینده خیلی خوش یا شما دست خوش کته میخورید نه با دست میخورید با دست پچونده همه مرده که اولنگی گفتگیم دست کته میخورد است بعد امین هر بار که امین آش امین خیلی کرده با من خیلی داشته خیلی روانش خیلی میره کن ملیسش بخله نه میرسه همین خیلی میداره هر بار همیشه تو چیکار داشته یه بار پیشونش به میمالست بعد میخورد با همیشه میکرد با پیشونش میمالست بعد میخورد بعد زنه گفت که اون مرد گفت من شما نفهمیدم شما چیکار کردید آخه هر بار که اوشا میگیرید یا با پیشونتون به میمالید بعد اوشا میخورید گفت بابا مرد که گفت آخه ما زنه گفت آخه پیشونی من شور گفت این اوش پختگی تو نمکش کم برای همین هر باری که گرفتم من پیشانی به باول خورد دادم که نمکش رسوا شد. من پیشانیشو برای چی مونه داره؟ برای هر باری گرفته که به همین نمکش رسوا شد گفته سلامت باشید. ما شرط اخیران رو می‌بینیم. این خیریته. خیریته؟ تعریف تمام کردیم من. این از چی باشه آدم میترسم که یک سرود حجوی سر اگر باز یک تا خوجانچه باشد باز خوب. خوجانچه؟ همه ما همش خوجانچه سرودیم. حالا اینجا اومده که نه و اینجا یاد میگیریم. tak یک چی میگم یک همون پرچه که همون صحنه ها چی شدگی بعد اونجا من کمتر سرود خوندگی اونجا چی شدگی من مول دکتر شدگی ده ویترینر شدگی دکتر مول بعد بیت سرود خوندم میدارم من دوستانم مول دکتر میبینم از پشتر هر روز ربی در بازم میزاجانم قطار پر اومد است به یک شاخ بقه شد است بطون لاخ خرگوشکی یک پایه از یک پایش نیسایه با تبودبتی خودم عمرشون کنم دراز شما بایتور شده ده؟ بایتور شدیم حافظ شدیم همه شدیم ما همه کاره سلامت باشید و
تشکر میگیم به شما خیریت همون کرده. بله که با شرط های ما طاقت کرده اجرا کرده به خاطر مخلصان. بار دیگر به استودیوی ما به شهر دوشنبه خوش آمده. سلامت باشم. و در آخر به مخلصان برنامه ما چی گفتن یاد دارید؟ و مخلصان برنامه شما گفتن هم که فقط تن صحت باشند، خانقباد باشند، بگذار از لبانشان خنده دور نباشد، با همین برنامه های شمایان باشند بله. و همیشه خندن و باز خندن. سلامت باشه. بار دیگر خوش آمده. بینندگان عزیز، مهمانی برنامه 10 شرط بودند. هنرپیشه تئاتر استودیوی آوازه‌دار خندین کمان از شهر باستانی خوجند، قهرمان یارف. خیر تا برنامه های دیگر، سلامت و موفق. خیر. Audio Jungle.